سقوط دوباره هانسی فلیک و بارسا و این بار با باخت عجیب غریب به تیم رده 17 جدول. سلام خدمت دوستان عزیز، مخصوصا بارسای گل سپر هستم. خیلی خوشحالم از اینکه با یه ویدیو دیگه از کانال بارسا فارسی در خدمتتون هستم. دوستان قبل از که ویدیو رو بریم سراغ بازی بگم که امیر همچنان به خاطر کسالاتی که از بازی قبلی مقابل دورتموند برش به وجود اومده بود نتونسته در این ویدیو همراهمون باشه و قول داده که بازی با اتلتیکو مادرید در کنار اون باشه. دوستان در این ویدیو قراره که بازیمون با لگانس رو بررسی و آنالیز کنیم، بازی که برخلاف تمام تفکراتی که میکردیم با یه باخت عجیب غریب دیگه تو لالیگا برام همراه بود. به تیم رده 17 جدول یعنی لگانس باختیم. لگانس تیمیه که توی 4 سال اخیر نتونسته بود خارج از خونه بردی و کسب کنه و حالا اومده توی ورزشگاهی که حالا بعداً راجبش مفصل صحبت میکنیم ما رو شکست بده و تقریبا خودش رو از بحران خارج کنه و ما هم که همچنان توی لالیگا متزلزل نشون میدیم. توی 6 بازی اخیر تنها 1 برد کسب کردیم و این نشون میده که همچنان در لالیگا رو به افت و پس رفتیم برخلاف لیگ قهرمانان اروپا. بازی پریشبمون یه بازی بود که کلی موقعیت سازی انجام دادیم، کلی همون موقعیت ها رو همه رو از دست دادیم. جناب لواندوفسکی، کونده، یامال، رافینیا، اولمو اینا همشون موقعیت از دست دادن و گلی هم که خوردیم مثل اکثر بازی قبلی روی اشتباهات فردی و روی یارگیری اشتباه مدافعین به ثمر رسید و بعد گلم دقیقه 3 که گل خوردیم تقریبا 80-85 دقیقه فرصت داشتیم که حتی یه گل بزنیم به این لگانس ولی موفق نشدیم. خیلی دلیل داره این شکست، خیلی دلیل داره این شکست. در ادامه خدمتتون عرض میکنم. بین نیمه ها بازی یه جورایی میشه گفت بازی یه طرفه بود دیگه، یعنی لگانس 2-3 دقیقه اول یه فشار ریز آورد گل زد و بعد اومد تو لاک دفاعی و بازیایی که تو لالیگا برگزار میشه تو این سالیان اخیر وقتی تیمای بزرگی گل میخورن زجر میکشن تا گل مساوی رو بزنن و خیلی دیدیم که تیم گل میخوره و ابتدای گل میخوره و دیگه نمیتونه گل بزنه و به تو قول نه اگه تیم بزرگتری بود از لگانس مثلا ویارئالی، بتیسی در سطح لالیگا منظورمه، بدون قول نه که ما قطعا به بازی برمیگشتیم چون این تیم‌ها همش به فکر دفاع کردن نیستن، بالاخره گاهی باز هم میشن ما میتونیم بهشون گل بزنیم ولی لگانس واقعا دفاع اتوبوسی رو گذاشته بود و تیم ما هم به مشکل خورده بود دیگه و مهره‌های هجومیمون خیلی ناکارآمد بودن در این بازی. و خب بریم دیگه سراغ نیمه ها صحبت کنیم راجبش، ببینیم چه چیزی برامون داره این نیمه ها. از نیمه اول شروع میکنیم، نیمه که از ترکیب ابتدایی شروع کنم. من ترکیب ابتدایی که دیدم کوبارسی روی نیمکته و اریک جای اونه یه تعجبی کردم. اریک گارسیا تمام فصل اکثر بازی فصل به عنوان هافبک دفاعی تیم هانسی فلیک بازی میکرده، این بازی یه دفعه میاد به عنوان پست دفاع آخر کنار اینیگو مارتینز قرار میگیره. من برای خودم هم عجیب بود. البته خب هانسی فلیک فکر میکرد که بازی بسیار ساده ای داریم، یعنی اون چنان که باید و شاید زیر فشار قرار نمیگیریم و گذاشتن کوبارسی رو نیمکت به نظر هانسی فلیک منطقی بود ولی خب من خودم زیاد با این تعویضی که اول بازی بود موافق نبودم. به نظرم کوبارسی بعد می بود که دفاع مستحکم تر بشه و حتی اریک میتونست حتی جلوتر بازی کنه کنار کاسادو که پدری استراحت کنه ولی خب نظر هانسی فلیک این بوده که اریک بره خط دفاع پست دفاع وسط رو بازی کنه. بریم سراغ نیمه اول بازی شروع نشده بود، تو همون دقیقه 2 و 3 بود که یه تک به تک برای بازیکن لگانس به وجود اومد و پنیایی که توپو در آورد تک به تک و موقعیت که آفساید نبود و خب بار دیگر دیدیم که این تله آفساید گیری، این تاکتیک آفساید گیری خیلی شکننده است و تیمای کوچیک خیلی راحت تر میتونن نسبت به تیمای بزرگ این
ضعف دفاعی ما رو تشخیص بدن و بهمون ضربه بزنن. و همین توپی هم که پنیا گرفت، کورنری که اومد، گل خوردیم دقیقه 3. کورنری که من نمیدونم بازیکن‌ها تو چه سطحی ان، چه مغزی دارن، یارگیری درستی انجام ندادن و خیلی راحت گل خوردیم واقعا. روی ضربه ایستگاهی، ضربه کورنری که قبل این بازی تیم هانسی فلیک گل نخورده بود از روی این ضربات کورنر. اما این بازی دیدیم که بازیکنی که جانشین شده بود، جانشین کوبارسی شده بود، یارگیری اشتباه انجام داد و متاسفانه گل خوردیم دقیقه 3. و بعد گلی که زدیم ما این مقدار تمرکزمون به هم ریخته بود دیگه. خود پدری هم آخر بازی اظهار نظر کرد که تمرکز کافی رو برای زدن گل ما نداشتیم. حالا تو موقعیتایی که از دست رفت این عدم تمرکز و بی‌دقتی خیلی مشهود بود. حالا جلوتر صحبت می‌کنیم راجبش. بعد گلی که خوردیم ما خیلی موقعیت داشتیم نیمه اول. موقعیت دقیقه 10 لواندوفسکی یه موقعیتی از دست داد، تو 6 قدم بود دیگه، حتی تو 6 قدم 3-4 قدم نزدیک دروازه بود و متاسفانه ضربه لوا اونقدر زاویه دار نبود که دیمیتروویچ گل بخوره. گلری که بهترین بازیکن زمین شد. ببین خودتون حدیث بخونید دیگه تا کجاش رفته دیگه. بازیکنی بهترین بازیکن زمین شد که دروازه‌بان یه تیمه، یعنی تیم حریف چقدر موقعیت آورده و این چقدر توپ گرفته که به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. این اولین موقعیتمون دقیقه 10 بود. جلوتر رفتیم دقیقه 22 سانتری که کنده انجام داد و ضربه سری که لوا از دست داد. دقیقه 32 1-2 دیدنی کاسادو و بالده. حالا به خاطر قوانین کپی رایت ما نمیتونیم موقعیت ها رو بذاریم ولی میتونید ببینید، دقیقاشو دقیق نوشتم میتونید ببینید. دقیقه 32 1-2 که کاسادو و بالده انجام دادن، پاس چند متری کاسادو برای بالده و کاتبک بالده که رافینیا یه قطع توپ فوق العاده انجام داد و با سیو دیدنی دیمیتروویچ توپ خورد به تیر و رفت کورنر. و یکی از معدود پاسای بالده تو کل فصل بود که از نظر تو سانتر منظورمه به مقصد رسید و در این بازی بالده یکی از افتضاح ترین بازیکن‌های بارسا بود. حالا در ادامه صحبت کنیم راجع عمل کرده فردی و خب دیدیم که این سانترش هم میتونست اشتباه باشه دیگه. خود رافینیا با استفاده از هوش و مغزی که داشت تونست بیاد این توپو قطع کنه و موقعیت سازی بکنه. دقیقه 33 پاسی که پدری پشت دفاع داد و لوایی که فوق العاده کنترل کرد، فوق العاده چرخید، اما ضربش افتضاح بود. ضربه‌ای که تک به تک بود واقعا با دیمیتروویچ و رو زمین زد. میخواست مثل گلی که به رئال زد گل اولش همچین گلی بزنه، اما دیمیتروویچ توپشو گرفت و تو همین نیمه دو موقعیت 100% گل لوا از دست داد. یعنی اگه یکی از اینا حتی گل میشد ما اینقدر زجر نمیکشیم در ادامه که گل بزنیم و بازی راحت 3-4 تا گل میزدیم به لگانس، مطمئن باشید. اما خب دیدیم که لوا یکی از اون بدترین شبای کریر فوتبالیش بود که از هیچ موقعیتی نتونست استفاده بکنه و همه رو از دست داد. 1 دقیقه بعد این موقعیت دقیقه 34 باز هم لواندوفسکی صاحب موقعیت شد، اما توپش بلاک شد درون محوطه و دفاع دورش کردن. رناتو تاپیا دفاع آخر لگانس که تو سلتا ویگو هم میشناختیمش، واقعا این بازی فوق العاده بود. کلا عمل کرده دفاعی لگانس در این بازی بی‌نقص بود. حالا انتقاد که نحوه بازیشون اینه، ما خوشمون نمیاد از این نوع بازی، اما خب تو عمل کرده دفاعی فوق العاده بودن، فوق العاده منظم ظاهر شدن، بدون اشتباه، با دقت تمام، تمرکز کامل تونستن 80-85 دقیقه دوام بیارن جلوی بارسا. البته که دروازه‌بانشون هم واقعا مثمر ثمر بود. تو پای 100% یه زیادی از بازیکنامون گرفت، از لواندوفسکی فقط 3-4 تا موقعیت گرفت و خب بازم عمل کرده فایشون فوق العاده بود در این بازی. و دقیقه آخر نیمه اولم تقریبا فکر کنم دقیقه 43 بود، داره اینجا نوشتم، حرکت پدری و لوایک انجام دادن و لواندوفسکی دوباره توپو از دست داد. ولی خب تجمع دفاعی لگانس خیلی بود درون محوطه جریمه، جوری که هر بازیکنی از بارسا درون محوطه صاحب توپش رو 3 تا بازیکن مارکش میکردن و عملا نمیتونست مهاجم بارسا چرخش خاصی انجام بده، مجبور میشد که پاس به عقب بده. البته اگه اون پاس عقب اشتباه
نمیشد. و دقیقه پای نیمه اول اولمو پاس یامالو نزد، کاتبکی که یامال داد براش و یه جورایی سایه زنی کرد اولمویی که یکی از دوباره بدترین شب‌های زندگیش در بارسلونا بود. واقعا افتضاح بود. اولمو میدونید پستی بازی میکنه که یکی از محورهای اصلی تیمه و اگه اون افتضاح باشه یه جوری کل تیم میتونه افتضاح باشه. باز با دورتموند دیدیم که اولمو چقدر فوق العاده بود میانه میدان، حرکات دیدنی، لایه‌های دیدنی و فقط گل زنیش کم بود اون بازی. ولی خب این بازی عمل کرده افتضاحی از خودش نشون داد. پاسایی که میداد اکثرا اشتباه بود، چون پاسای ریسکی میده اکثرا اشتباه در میاد. ولی این بازی من به یاد ندارم اولمو رو همچین چیزی، خیلی افتضاح پاس میداد و موقعیت هم که براش درست میشد. تو این همین نیمه هم دوتا ضربه سر، حالا اونقدر آنچنان سرزن نیست اولمو ولی ضربات سرش افتضاح بود. این موقعیت آخرم که یامال بهش داد نتونست ضربه خاصی بزنه و سایه زنی کرد. چند ثانیه بعد دوباره هر موقعیت که اولمو از دست داد یامال صاحب موقعیت شد که ضربه توپ زیادی داشت و توپ به بالای دروازه رفت و نیمه اول با همون یک گل دقیقه 3 لگانس تموم شد. نیمه که اگه دقت داشتیم تو ضربات راحت 4-1 میرفتیم رختکن، راحت حداقل یه گل، حداقل 2 گل واقعا نتیجه زحماتمون بود. این نیمه خیلی برای موقعیت ساختن تلاش کردیم البته، ولی خب مهاجمایی که حقوقای آنچنانی میگن مثل لواندوفسکی میان موقعیت ها رو خیلی راحت از دست میدن. بارسا همیشه واقعا با این مشکل موقعیت از دست دادن مواجه بوده. از اون افتضاح آنفیلد سال 2019 کامبک که اونجا 4 تا موقعیت 100% سوارز جوردیالو کوتینیو نزدن، تا اون بارسای 2005 جلو چلسی و خیلی صحنه‌های دیگه، خیلی بازهای دیگه که موقعیت از دست دادیم و این واقعا یکی از ویروسایی که هیچ وقت از بدن بارسایی نرفته بیرون. این موقعیت سوزی ها، بازیایی هم که میبریم باز هم موقعیت سوزی داریم. مثلا یکیش باز با مایورکا چند هفته پیش بود که 5-1 بردیم، فران تورس از اونجا خیلی موقعیت از دست داد و الان هم این بازی لواندوفسکی کلی موقعیت از دست داد، با این تفاوت که این بازی نبردیم و باختیم. تو یکی از بازی‌های راحتی که میتونستیم ببریم و اختلافمون رو دوباره با رئال مادرید زیاد کنیم. رئال مادریدی که جلو رای وایکانو 3-3 کرد و ما این فرصت ها از دست دادیم. این چندمین بار تو لالیگا این فصل که این دو تیم دارن هم تعارف میکنن. بارسا میبازه، رئال امتیاز از دست میده، رئال امتیاز از دست میده، پشت بندش بارسا میبازه و امتیاز از دست میده و این وسط یه تیمی اومده به نام اتلتیکو مادرید که راحت از این موقعیت استفاده کرد. اتلتیکو مادرید اصلا وضعیت خوبی اول فصل نداشت و الان 11 بازی اخیرشو داره میبره و الان به بارسلونا رسیده تو جدول و هم امتیازو فقط به خاطر تفاضل گل کمتره که بارسا رده اوله و هفته آینده یه بازی مهم با این اتلتیکو مادرید داریم که بازی فوق العاده سختیه. امیدواریم که سربلند بیرون بیایم. من بازی با لگانس خودم بیشتر میترسم تا بازی با اتلتیکو مادرید، چون تیمای درجه 3 لالیگا این فصل خیلی ما رو اذیت کردن، مثل همین لگانس، اوساسونا، مثلا لاس پالماس، اینا اذیت کردن ولی تیمای بزرگا خوب بردیم. بایرن، رئال، دورتموند، سویا، والنسیا، ویارال، خیرونا، اینا را راحت شکستشون دادیم ولی جلو این تیمای درجه 2 و 3 خیلی به مشکل خوردیم این فصل. حالا باز با اتلتیکو یه ویدیو مفصل میریم پیش بازی و بریم سراغ نیمه دوم بازیمون. حالا یه نکته یادم، نیمه اول همون دقیقه 15-16 ابتدا بود که یامال یه صحنه براش پیش اومد و دوچار مصدومیت شد و حتی کادر پزشکی هم وارد زمین شد، یامالو بردن بیرون زمین، اما دوباره برگشت به بازی. کاملا مشخص بود یامال که مصدومه ولی خودش درخواست تعویض نداده، چون کادر پزشکی از بازیکن میپرسه میتونی ادامه بدی یا نه، خود بازیکن میگه نه یا آره دیگه. کادر پزشکی مجبور نمیکنه بازیکن رو ادامه بده که خود بازیکن مصره که میتونه یاد بازی انجام بده و یامال هم میخواست چون مصره که بازی کنه و اثرگذار باشه، مخصوصا بازی که الان عقب افتادیم اومد بازی کرد، حتی تا
دقایق 60 70 نیمه دوم بازی کرد و خب مسئولیتش تشدید شد متاسفانه و خبرایی هم که اومده قطعا بازی با اتلتیکو مادرید و بیلبائو تو سوپرکاپ نیستش. دوتا بازی حساس که اگه جفتشو امتیاز از دست بدیم یا خدای نکرده ببازیم میشه گفت تقریبا یک جام از دست دادیم دیگه. اگه بیلبائو ببازیم سوپرکاپ از دست بدیم، اتلتیکو مادرید هم ببازیم ممکنه تو لالیگا عقب بیفتیم. البته لالیگا درازه ولی خب امتیاز از دست دادن خیلی تو این شرایط بده برای بارسا و یامالی که هر موقع این فصل نبوده بارسا به مشکل خورده. الان که یامال هست به مشکل میخوریم. وای به حال اینکه یامال هم نباشه و تو همچین بازی مهمی با اتلتیکو مادرید. خب نیمه دوم میریم سراغش. نیمه دوم که فکر کردم یامال تعویض میشه ولی یامال تعویض نشد و به بازی ادامه داد. بدون تعویض اومدیم. نیمه دوم برخلاف نیمه اول آنچنان موقعیت سازی زیادی نداشتیم. دفاع لگانس خیلی بهتر شده بود نسبت به نیمه اول. بعضی موقع اصلا 20 دقیقه بود توپ به دهن محوطه‌شون حتی نرسیده بود و آنچنان عمل کرده دفاع موفقی داشتن که بارسا نتونستش بهشون گل بزنه. موقعیتایی که تو این نیمه داشتیم یکیش دقیقه 51 بود، پاس تو دری که اولمو داد. گفتم پاس ریسکی خواهد همیشه بده، شاید یکیش جواب بگیره و این پاسی که از اون پاسا بود که به نتیجه رسید. پاس تو دری که اولمو داد و کونده ضربش در نوبت به بیرون رفت با اختلاف خیلی کم. حالا آنچنان به کونده انتقادی وارد نیست، دفاع وسطه داره دفاع راست بازی میکنه، آنچنان روی فینیشینگش ما اصلا توقعی هم نداریم، ولی خب این موقعیت میتونست گل کنه. خیلی موقعیت ساده‌ای بود به نظر من. و چند دقیقه بعد 57 سانتر رافینیا و ضربه سر بعد لوا و این آخرین موقعیت بود که لوا براش به وجود اومد و بعد این موقعیت تعویض شد، جاشو به فران تورسی داد. فران تورسی که تو 3 بازی قبل 4 گل زده بود. تو بازی با دورتموند تو وستفالن خیلی خوب بود. این بازی اومد جای لواندوفسکی قرار گرفت. ولی خب به نظر من، حالا جلوتر صحبت کنیم، تعویض لواندوفسکی با فران اشتباه بود. چرا؟ ما یامال اون سمت داشتیم که دچار مصدومیت و مشکل شده بود، تحرک کافی تو اون سمت نداشت، لنگ میزد و به نظرم فران بعد جایگزین یامال میشد، میرفت تو پست اصلیش وینگ راست قرار میگرفت فران و ما چون از رو زمین کار خاصی نمیتونستیم جلو دفاع لگانس انجام بدیم، متاسفانه مجبور شدیم به پاس‌های بلند و سانتر روی بیاریم دیگه. برای همین تعویض لواندوفسکی اشتباه بود چون تنها سرزن تیممون لواندوفسکیه. ما رفتیم رو تاکتیک سانتر ولی خب مهاجم سرزنه اونم بیرون کشیدیم. درسته کلی موقعیت این بازی از دست داد ولی خب بالاخره شاید یه موقعیت گیرش میومد که گل بزنه دیگه رو ضربه سر. و بعضی موقع هم که رو زمین بازی میکنیم چون دفاعهای لگانس مهاجمون رو کامل مارک میکنن و مجبورن عقب پشت به دروازه مهاجم و پا به توپ بشن، لواندوفسکی بهترین گزینه است برای پاس دادن وقتی بازیکن پشت به دروازه است، چون بدنش خیلی خوب ستون میکنه، میتونه به بازیکن دیگه پاس بده و موقعیت سازی کنه. ولی خب تعویض انجام شد و فران تورسی اومد که اصلا عمل کرده خوبی نداشت. جلوتر راجع به عملکرد فردی صحبت میکنیم ولی خب عمل کرده خوبی نداشت فران تورس، برخلاف بازی قبلی. حتی موقعیت هم گیرش نیومد که بخواد موقعیتی از دست بده به اصطلاح. و دقیقه 78 هم یه همکاری با رافینیا انجام دادن که ضربه یه کنده با اختلاف کم به بیرون رفت و این دوم موقعیت بود که کنده از دست داد و حداقل یکی از این دو موقعیت میتونست تبدیل به گل کنه جناب کنده عزیز. ولی خب نسبت به بازی قبل تو لالیگا خیلی پیشرفت کرده بود، دفاعش بهتر شده بود، هجوماش خیلی خوب بود، برخلاف همتای خودش توی دفاع چپمون الخاندرو بالدی که افتضاح بود. این بازی افتضاح بود، نه تو امر دفاعی خوب بود، نه توی سانترا و کاتبکاش خوب بود، نه توی عمل کرده هجومی از لحاظ شوت زنی اینا. این بشر این بازی افتضاح بود و ما عملا رافینیا تنها بود تو اون سمت. هر موقعم که پاس میداد بالده یه سانتر افتضاح میکرد و موقعیت به هدر میرفت. بازیایی که مهمه، بازیایی که تیم حریف دفاعی بازی میکنه، این کاتبک و این سانتر خیلی مهمه که دقیق باشه و
یه نکته هم که راجع به کل تیم بود، وقتی تیم حریف دفاعی نمیشه از پاس‌های عمقی استفاده کرد، ما باید روی بیاریم به سان که روی آوردیم موفق نبودیم و روی بیاریم به شوت‌های از پشت محوطه جریمه. باز با لاس پالماس هم دیدیم گل که خوردیم، رافینی از پشت محوطه جریمه گل زد برامون و این بازی خیلی کم دیدیم که از پشت محوطه شوت بزنیم. پدری، رافینیا یا مالم که چند تا شوت زد به ناکجا آباد رفت، لوای که اصلا شوت نزد و باله‌ای که من ازش توقع دارم بعضی موقع شوت بزنه پشت محوطه نمیزنه و متاسفانه بکاپ خوبی هم برای این کنده و بالده نداریم. تیم اسکواد ناقصی داره. مدیریت شاهکار آقای لاپورتا دو بازی دیگه مشخص میشه که ما اولمو رو میتونیم ثبت کنیم یا نه. الان باز با اتلتیکو مادرید که باشه، بیلبائو هم باشه، بازی بعد یا نیست طبق قانون و ژانویه هم تموم میشه، ثبتش تموم میشه و ما باید این بازیکن رو ثبت کنیم، حالا با فروش بازیکن، نمیدونم هر کاری که آقای لاپورتا میخواد انجام بده و این واقعا برای شأن باشگاه زشته دیگه. یه کاری هم که دیگه آقای لاپورتا میکنه اینه که جو ورزشکارا به فنا میده. الان بازی دیشب پریشب دیدیم که بعد گل هیچ سر و صدایی نبود. بعد من بعد بازی دیدم چند تا شیپور چی اومدن شیپور میزنن. شیپور چیه خدایش وسط بازی؟ من پریشب بازی فولام لیورپول میدم، لیورپول عقب بود تو زمین خودش، آنفیلد رو سر فولام یا خراب شده بود تا بتونه فولام لیورپول برگرده به بازی گل مساوی بزنه. یا چند شب پیش جلوی بازی اتلتیکو مادرید سویا، اتلتیکو مادرید عقب بود 3-1 دیگه تو واندا متروپولیتانو، ورزشگاه نابود کرد سویای ها رو و همین باعث شد که 3 تا گل اتلتیکو مادرید بزنه اون بازی پیروز بشه. واقعا جو ورزشگاه خیلی مهمه. فصل پیش رئال بایرن توی یو سی ال وقتی که بایرن گل زد ورزشگاه به نابودی کشیدن هواداران رئال و دیدیم که همون پشت دروازه نویر تونستن 2 تا گل بزنه اینجا و آقای لاپورتا به خاطر 20,000 یورو جو ورزشگاه رو خالی کرده و که در این بازی تعویضایی هم که انجام دادیم اصلا مثمر ثمر نبودن. لواندوفسکی، فرمی لوپز، گاوی، کوبارسی، ویکتور که اصلا کارآمد نبودن و به نظرم جای پابلو توره تو تعویض خالی بود. وقتی به گل نیاز داریم، پابلو توره یکی از گزینه‌های خوبه برای خلاقیت بیشتر توی خط هافبک، ولی گاوی جانش نشد. گاوی هم اونقدر خلاقیت نداره و بیشتر به فکر جنگندگیه تا خلاقیت و گاوی که منطقیه واقعا افت کنه بعد از 1 سال من مصدومیت. الان هیچ توقعی ازش نیست به نظر من و حالا در ادامه فصل ببینیم چی میشه. ولی خب فرمی لوپز یکی از بهترین تعویضیان بود و شاید اگه از اول بازی بود کارایش از دنی اولمو بیشتر میشد، تلاش زیادی کرد ولی خب مثمر ثمر نبود و خلاصه نیمه دوم به همین منوال تموم شد. اصلا موقعیت آنچنانی نداشتیم رو دروازه‌شون و برخلاف نیمه اول دیگه و بازی با همین یه گل تموم شد. بعضی دقایق بازی من دیدم که تیم اصلا آتش گل زنی نداره و فقط پاس‌های بیهوده ارزی که تو این چند بازی واقعا زیاد شده. البته یه سری تیم‌ها که میان جلومون قرار میگیرن چون دفاع اتوبوسی قرار میدن، بازیکن‌ها نمیتونن آنچنان حرکات خاصی انجام بدن که پاس‌های بلند چاره ساز باشه. مجبوریم پشت محوطه پاس‌های ارزی بدیم که مثمر ثمر واقع بشه، ولی اینطور هم نشد و متاسفانه توی یکی از بهترین موقعیت‌ها میتونستیم اختلاف ایجاد کنیم با رئال و اتلتیکو، اختلاف بندازیم و متاسفانه اینطوری نشد. من نمیدونم لالیگا به نظرم چند بازی میتونست راحت تکلیفش مشخص بشه تا آخر فصل، ولی خب خودمون راحت 2 دستی صدر جدول تقدیم تیم‌های مادریدی کردیم. لالیگایی که این فصل میتونست خیلی راحت برامون تموم بشه، الان دوچاره زجر شدیم در این تورنمنت و سختی داریم میکشیم. جلو تیم بزرگی هم نیست، جلو تیم کوچیک. واقعا برای شأن و شخصیت باشگاه بزرگی به بارسلونا که شعارش اینه فراتر از یک باشگاه زشته بیاد جلوی لاس پالماس و لگانس که همیشه
بازیکناشو آرزوشون یه قدم یه نیوکمپ رد بشن، چه برسه بیان اینجا گل زنی کنن و تیمشون برنده بشه. چرا اینا 6 امتیاز توی ورزشگاه خود ما از دست بدیم. انتقاد واقعا وارد به تیم هانسی فیلیک که اوایل فصل هممون امیدوار کرده بود. من خودم اوایل فصل اصلا، قبل شروع فصل منظورمه، اصلا امیدی به این تیم نداشتم چون ضعف داشتیم، واقعا مشهود بود. تیم ژاوی ضعفاش مشخص بود، تیم فیلیک هم همون بود، فقط یه دنی اولمو اضافه شد و تیم فیلیک اومد. توقعات خیلی بالا بود، 4 تا زدن به رئال و بایرن تو فاصله 8 روز، اصلا چیز کمی نیست. ولی خب برد خیلی راحت و زود فراموش میشن. یه حرفی آرسن ونگر میزنه، میگه اگه شما میخواید توی تورنمنت فرسایشی موفق باشی، مهم نیست جلو تیمای بزرگ بتونی ببری یا نه، مهمه که جلو تیم کوچیک حتما برنده باشی و ما از این قاعده اصلا پیروی نمی‌کنیم و جلو تیم کوچیک راحت قافیه رو وامیدیم و تو 6 بازی اخیر 1 برد به دست آوردیم و من به یاد ندارم تو این چند سالی که طرفدار بارسام همچین وضعیتی رو داشته باشیم. توی 6 بازی 1 برد فقط داشته باشیم تو لالیگا. حتی کومن، کیک ستین، والورده، تاتا مارتینو، اینا اصلا همچین وضعی من یادم نمیاد تو لالیگا داشته باشیم. ولی خب تیم فیلیک نشون داده که اگه همه چی بر وفق مراد باشه پتانسیل بالایی داره. حالا دلایلی داره حالا این نتایج ضعیف تو لالیگا. یک خستگی واقعا بازیکن‌ها هست که به نظرم تعطیلات کریسمس که 15 روز بازی‌ها تعطیله، یه فرصت فوق‌العاده است برای ریکاوری بازیکن‌ها. ولی خب دوباره بعدش دوباره طوفان مسابقات دوباره شروع میشه، لیگ قهرمانان لیگا هست و خب امیدوارم که این ریکاوری خوب انجام بشه دیگه. خستگی تو بازیکن کاملا مشهوده و یکی از دلایل دیگه ضعف تو این چند بازی اخیر اسکواد واقعا ناقص و ضعیف بارسلوناست. الان بارسا کلا 12-13 تا بازیکن خوب و در سطح بارسا داره، 11 تایی که فیکسن. حالا توی نیمکت گاوی میتونه خوب باشه و حالا آراخوی که الان رو نیمکت. بقیه‌شون اصلا در سطح بارسا نیستن، یا مصدومن یا بعد مصدومیت اصلا نتونستن سطح خودشون رو ارائه بدن، مثل فرانکی دیونگ، مثل آنسو فاتی. و این یکی از شاهکارهای لاپورتای عزیزی که تو این چند فصلی که اومده، حالا فصل اولش به خاطر اهرم‌هایی که فروختیم تونستیم بازیکن بخریم، ولی الان ببینیم که افتضاحیم توی اسکوادمون. واقعا بازیکنان که جانشین میشه اصلا عمل کرده خوبی ندارن. الان یا مال باز و اتلتیکو مادرید نیستش و نمیدونم کی قرار جایگزینش بشه. حالا فران تورس بیاد چه عمل کرده داشته باشه را خدا میدونه و امیدوارم که تو ژانویه که هیچی بعید میدونم تو تابستونم حالا اگه معجزه بشه ما به 1-1 برگردیم شاید بتونیم خرید کنیم. واقعا جایگزین برای لواندوفسکی میخوان، واقعا یه وینگ چپ تخصصی میخوان، به نظرم فول بک هم میخوان، دفاع راست و چپ که حتمی میخوان، چپ که اصلا حتمی. بالده انگار اومده خونه خاله، هر بازی فیکسه، اصلا سانتای خوبی نداره. دفاعش خوبه واقعا عمل کرده دفاعش، ولی تو فاز هجومی اصلا عمل کرده خوبی نداره و واقعا بکاپ و حتی یکی رو میخوام که باش رقابت کنه دیگه، جرارد مارتین که اصلا هیچ وللش و کندم دفاع راست میخوایم به نظرم یه بکاپ. ولی خب ببینیم آقای لاپورتو تابستون چی برامون در نظر گرفته. به نظرم یکی از سر و صدا ترین تابستون‌های فوتبالی کلا بشه تو کل تیم‌ها و بارسا هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود و خب به نظرم سردردهای زیادی خواهیم داشت تو فصل نقل و انتقال. حالا راجع به نقل و انتقالات راحت میشه 2 ویدیو حرف زد ولی خب الان جاش نیست. بازی با لگانس تموم شد و دوباره باختیم و متاسفانه لالیگا الان به یه برهه‌ای رسیده که میتونیم سال 2024 با رده سوم تموم کنیم، سالی که میتونست واقعا با صد نشینی مقتدرانه و با اختلاف بالای بارسلونا تموم بشه، ولی خب این اتفاق
نمیفته. باز با اتلتیکو بازی به شدت سختیه، یامال هم نیستش. امیدواریم خیر باشه. حالا بریم سراغ راجع به عمل کردی فردی باز کنم تو این بازی. پنیا که خب اصلا توپی نیامد، 2 تا توپ اول اومد، یکیشو گرفت تک به تک و یکیش هم که ضربه سر واقعا کار نمی‌تونست بکنه، قدش کوتاه، یه 3-4 سانتی کم آورد. انتقادی اصلا به پنیا وارد نیست. تو خط دفاعیمون اینیگو و اریک گارسیا. گل اول که اریک گارسیا کاملا اشتباه کرد، یارگیری اشتباهی انجام داد و گل خورد متاسفانه. ولی خب بازی که رفت جلوتر، پاس های عمقی و بیلداپ از عقبش خوب بود. ولی خب به نظرم کلا در سطح بارسا نیست. امیدوارم ژانویه فروش بره، اگه قراره جایی بره هم ژانویه فروش بره که ما حداقل یه فضا حقوقی داشته باشیم برای ثبت اولمو. به نظرم کافی نیست ولی خب شاید یه کورسی امیدی باشه. اینیگو مارتینز عملکرد خوبی داشت، رو گل که تقصیری نداشت، بیلداپ عقب خوبی انجام میداد و به نظرم زوج آروخو اینیگو اولین بازیشون رو جلو اتلتیکو مادرید انجام میدن، با اینکه هنوز چند روز مونده به بازی و خبرها ممکنه بیشتر بشه. ولی خب به نظرم آروخو و اینیگو میتونن زوج خط دفاعیمون تو بازی با اتلتیکو مادرید باشن. فلیک قصدش این بود که آروخو رو این بازی به زمین بفرستتش، ولی خب بازیگر خورد. قصدش این بود نیمه اول کارو تموم کنیم، نیمه دوم بیادش، ولی خب متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد و بازیو باختیم. 2 تا دفاع کناریمون کاملا برعکس هم بودن دیگه. کنده تو عمل کرده هجومی فوق العاده بود این بازی، میتونست گل بزنه، 2 تا موقعیت از دست داد و تو دفاعی هم خوب بود. ولی بالده تو دفاعی خوب نبود، پشتش بعضی جا خالی میشد، تو عمل کرده هجومیش افتضاح بود، واقعا افتضاح بود. یعنی تو این 3 فصلی که بالده الان میاد تو تیم اصلی، فصلی که با جوردی آلبا بود بهترین فصل کریرش تو بارسا بود، چون میدونست اشتباه کنه جوردی آلبا میاد جایگزینش میشه. ولی همچین اتفاقی نیفتاده تو این 2 فصل، چون بکاپ خوبی نداره. الان جرارد مارتین بکاپشه و متاسفانه ما اسکواد خوبی هم نداریم که بخوام جایگزین کنیم. اگه کانسلو موند واقعا میتونست کمک میکنه و متاسفانه این باز کنم از دست دادیم. تو خط هافبک کاسادو و پدریو داشتیم. پدری که خب خیلی خوب بود، یعنی میام مقایسش میکنم با جود بیلینگام که الان گل نمیزده تو این فصل لالیگا، رفت خط جلوتر، یعنی تو خط مهاجم نوک تقریبا قرار گرفت، الان داره گل زدن شروع میشه. دارم با پدری مقایسش میکنم. 1 اصلا پستشون فرق میکنه الان در حال حاضر و 2 پدری پاسای میده که مهاجم استفاده نمیکنه. الان این بازی یه پاس به لوا نتونست استفاده کنه و بعد من مقایسه میکنم که آره مثلا جود بیلینگام خیلی خوبه، پدری اصلا کیه که میام با بیلینگام مقایسهش میکنم. ولی خب این بازی پدری خوب بود، فقط پاس گلش کم بود خداییش و مهاجما اصلا استفاده نکردن. کاسادو عمل کرده قابل قبولی داشت، میگم چون بازی کلن یک طرفه بود، چون ما همش حمله میکردیم و توپ دست ما بود. اکثر مواقع زیاد تو اکشن های دفاعی نمیشد هافبک همونو نشون بده و آزمایششون کنیم ببینیم چه جوری بودن تو این بازی. ولی خب تو عمل کرده هجوم بد نبود، کاسادو اونقدر شرکت نمی کرد و خب یه عمل کرده قابل قبولی داشت. نقطه ضعف اصلی این بازی خط حمله‌مون بود. یامالی که از دقیقه 15-16 مصدوم بود، تقریبا 50-60 دقیقه با مصدومیت بازی کرد و اون سمت راستمون که موتور اصلی تیمه، موتور پیشران تیم، این بازی از کار افتاد با مصدومیت یامال و اولمویی که این بازی افتضاح بود، اصلا عمل کرده خوبی نداشت، عمل کرده سینوسی، چند تا موقعیت از دست داد، پاساش اکثر اشتباه بود. رافینیا خیلی تلاش کرد تو این بازی که بتونه حتی بعد مصونیت یامال که بازی کنی نبود تو زمین که تعیین کننده باشه، خیلی تلاششو کرد، هم از راست هم از چپ، تو پای زیادی رو دروازه ریخت. یه پاس گل هم میتونست برای ثبت بشه و لواندوفسکی باز هم موقعیت از دست داد و
همه کار کرد ولی خب نتونست از این شکست جلوگیری بکنه دیگه و متاسفانه ما شکست خوردیم. لواندوفسکی هم که تو ویدیو خیلی گفتم از موقعیت سوزی فراوانش، واقعا جایگزین میخوایم براش. 36 سالشه این بشر دیگه. به نظرم حتی اگه شده تابستون به فروش بره به مبلغ پایین هم میتونه برامون سودآور باشه. به نظرم جایگزینای خوبی تو بازار هست. حالا اونا در سطح لواندوفسکی همین حالاش هم نیستن ولی خب لواندوفسکی دیگه اون لواندوفسکی قدیم نیست که همه موقعیت‌ها رو گل کنه و واقعا انتقاد بهش وارده. اگه این بازی یه مقدار دقت میکرد بازی نمیباختیم و متاسفانه شکست خوردیم. تعویضم گفتم زیاد کارآمد نبودن برامون، فقط فرمینی مقدار تلاش زیادی نسبت به بقیه‌شون داشت و تونست یه مقدار بازی خوبی انجام بده ولی بقیه‌شون اصلا تو سطح خوبی نبودن. فران تورسی که موقعیت سازی خوبی نبراش شد، نتونست ایجاد بکنه، همش پشت دروازه صاحب توپ میشد و پاو ویکتور که خیلی دیر اومد. کوبارسی هم که جای اریک گارسیا اومد نتونست کار خاصی انجام بده. میگم تعویضیا آنچنان نتونستن تو روند بازی تاثیرگذار باشن و متاسفانه شکست خوردیم. ولی خب به نظر من بعد تعطیلات کریسمس با یه ریکاوری فوق‌العاده‌ای که میتونه انجام بشه این تیم دوباره برمیگرده اون روال قبلش. یه مقدار هوادارا ناامید شدن از لیگ قهرمانان، نه چون اونجا به عنوان تیم دوم صعود کردیم و یکی از نکات عجیب غریب بارسا این فصل همینه، تو لیگ قهرمانان به این خوبی عمل کردنشون میده، تو لالیگا اینقدر متزلزل و یه نکته هم که از جلو تیم بزرگ اینطوری کم نمیاره. ما اگه جلو تیم بزرگ میباختیم میگفتیم حالا اونقدر سطحمون بالا نرفته که بخوایم اینا رو شکست بدیم، ولی تیم درجه 2 و 3 میان خیرمون رو میگیرن و متاسفانه دوچار مشکل میشیم. ولی خب ما به هانسی فیلیک و تیمش اعتماد داریم و متاسفانه باز با اتلتیکو هم نیستش کنار زمین. این بازی دیدیم اون ابهت، اون جذبه مارکوس سورگ اصلا به گرد پای هانسی فیلیک هم نمیرسه و متاسفانه باز اتلتیکو هم نداریم. هانسی فیلیکو یه محرومیت به نظرم ناعادلانه برای هانسی فیلیک رقم خورد. خودش هم معترض بود به این صحنه ولی خب به این تصمیم ولی کارش نمیشه کرد دیگه. هانسی فیلیک فصل اولش تو لالیگاست ولی ما خیلی ساله که داریم لالیگا رو تحمل میکنیم با این تصمیم‌های عجیبشون و خب دیگه نکاتو گفتیم. ایشالله که بارسا دوباره به اون روند خوبش برمیگرده دیگه. یه مقدار واقعا فشار میخوریم اگه این فصل لالیگا رو از دست بدیم. نه رئال عمل کرده خوبی داشت، اتلتیکو خوب نبود، با افتضاحاتی که بارسا رئال به وجود آوردن تونست خودش رو بالا بکشه. ولی خب به نظرم باز هم لالیگا مال خودمونه این فصل. ایشالله که همینطور میشه. امیدوارم برگردیم به اون ورژن ترسناک بارسای هانسی فیلیک. حالا متاسفانه یا آهنگی هم که این چند وقت پخش شده کامبک میزنن بارسای هانسی فیلیک، متاسفانه روند تیمو کاملا نزولی کرده، یه جوری چش زده تیمو. اونقدر اعتقادی ندارم ولی خب چش زده تیمو یه جورایی. فقط امیدوارم که برگرده دیگه. یه بازی مهم با اتلتیکو مادرید، سپس با بیلبائو داریم، بعدش جام حذفی میاد. امیدوارم که موفق باشیم. ویدیو پیش باز با اتلتیکو مادرید حتما در خدمتتون هستیم. ایشالله که بازی جذابی بشه و با برد ما همراه باشه. راجع به اتلتیکو مادرید مفصل صحبت کنیم ایشالله با امیر. و مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.